سه‌شنبه 6 ژوئن 1982 ارتش اسرائیل به بهانه تأمین امنیت مناطق شمالی فلسطین اشغالی عملیات بسیار گسترده‌ای علیه کشور لبنان آغاز کرد و آن را صلح برای جلیل نام نهاد. در این عملیات طی 83 روز 1/3 شهرها و روستاهای جنوب لبنان و بیروت پایتخت به اشغال ارتش مهاجم اسرائیل درآمد. در این تهاجم خونین بیش از 72,000 کودک و زن و مرد لبنانی و فلسطینی های ساکن اردوگاه‌های لبنان شهید و مجروح شدند. 23 شهر و روستا کاملا تخریب شد و بخش‌های زیادی از اراضی و شهرهای لبنان 18 سال در اشغال ارتش اسرائیل باقی ماند. مردم لبنان به ویژه جوانان آزادیخواه برای دفاع و آزادسازی سرزمین مادری برخاستند و برای اخراج اشغالگران از کشورشان دست به اقدامات غیرتمندانه‌ای زدند. این فیلم روایت واقعیتی است بر پایه مستندات و خاطرات افراد باقی مانده از آن دوران تا گوشه‌ای از مقاومت مردمی لبنان را به تصویر بکشد. جنوب لبنان، دروازه متله، سال 1985. چند روزه دارم دیده‌بانی میکنم حاجی. این کاروان اسرائیلی پر از سرباز و افسره، شامل 3 تا کامیونه. اگه هر کامیونی 27 تا 30 نفر رو حمل کنه و داخل هر نفر برم 6 نفر باشه، توی هر جیب هم که 4 نفره، یعنی در کل میشن حدود 100 نفر. میخوام جلوی عملیاتشون رو بگیرم حاجی. درگیری با این همه سرباز افراد زیادی میخواد. ما هم که این همه نیرو نداریم. شما اجازهشو بگیر، من یه طرحی دارم. وقتی موافقت کنن درسی به اسرائیلی بدم که هر وقت به یه سرباز اسرائیلی بگم برو لبنان، تنش به لرزه بیافته.
نگهدار باشا. نگهدار. خیر باشه حاجی، چیزی شده؟ یه کار خیر بکن و منو برسون. عجله دارم پدر جان، من همین نزدیکی ها کار دارم. منم جای دوری نمیرم، بعد از ایست بازرسی پیاده میشم. نمیتونم دلتو بشکنم پدر، بپر بالا. ای خدا خیرت بده جوان. آخه ببینم خوشتی، با این همه نهال زیتون کجا میری؟ میرم بهشت. بهشت که میگن خودش پر درخت زیتونه. همسال من کاشتن دیگه. برو سریع. جنوب لبنان، روستای دبین، سال 1985. به شرفم قسم، وقتی شوهرت برگرده اینجا میکشمش. شما که میگین همه چی رو میدونین. توی بیروت داره کار میکنه، قصد نداره برگرده اینجا. خدا ازتون نگذره. از خدا بیخبره، بی انصاف. چی گفتی؟ گفتم از خدا بیخبرین. خدا ازتون نگذره. ببریدش. ای خدا. خفه شو، حرف نزن. گفتم خفه شو، یک کلمه دیگه بگی میکشمت. برای که گرفتی؟ تو خجالت نمیکشی؟ بی وجدان بی غیرت، زورت به زنا رسیده؟ آخه به تو هم میگن هموطن مزدور. نه آج خانم آروم باش، از شما بعیده. شما برو خونتون. تو برو قایم شو. زنا میتونن از خودشون دفاع کنن. چیه؟ شرف تو خونت نیست؟ جرأت داری بزن. شما کدام گوری هستید؟ زودتر برگردی پایگاه. افراد زود باشین. به چی نگاه میکنین؟ به جام این احمقا. بی غیرت. ای وای خدا، ببینی بی وجدانا چی به سرمون آوردن. خدا ازتون نگذره. خدا اسرائیل رو نابود کنه. ای خدا، چرا ما این کارا رو میکنن؟ ای خدا ازتون نگذره. بس چه خبرته؟ آروم باش. چرا همچین میکنی؟ صداتو میشنون، بر میگردن. خیر نبینن الهی. آب قنده برات خوبه. ببینم دنبال چی بودن؟ چی بگم خواهر؟ اینا فکر میکنن که من و شوهرم چیزی از ابو زینب میدونیم. دارن دنبال ردی از اون میگردن. چیزی پیدا کردن؟ چیزی پیدا نکردن و پیدا هم نمیکنن. اونا نمیدونن که ابو زینب توی دلای ما زندگی میکنه. نگاه کن، خودت نگاه کن. این عکسو ببین. این نماد
ابو زینبه. میبینی چقدر قشنگه؟ این عکسو به یاد ابو زینب نگه داشتم. بازداشتگاه خیام سال 1985. ریاض کلاکش بلند شو. امروز دیگه چیه؟ بازجویی. همون سوالا و همون بازجویی عادت نکردی؟ یکم باید تحمل کنی. به روی چشم؟ را برا. حسبی الله و نعم الوکیل. نفر بعد حرف نباشه، دهنتو ببند. گفتم خفه. ساکت. حرف نباشه. برو جلو. حرف نباشه. یکی یکی دهنتو ببند. صف وایسین، حرف زیادی هم نزنین. دوباره ازت میپرسم، ابو زینب کیه؟ برای چی اومدی؟ 3 ماه پسرمو ندیدم. انصاف آشورم. اسم پسرت چیه؟ ریاض کلاکش. حرف بزن. ابو زینب کیه؟ همه ای ما ابو زینبه. هر کدوم ما یا ابو زینبه. برو 2 روز دیگه بیا. نمیشه امروز ببینمش. تو رو خدا از صبح اینجا. بهت گفتم برو 2 روز دیگه بیا. هری برو ببینم. نفر بعدی. را بیافت. اومد. این وقتی شب کجا بودی؟ لحدیا منو بردن. صبر کن دارم باید حرف میزنم. چرا لحدیا بردنت؟ داشتم بازجویی میکردن. بازجویی میکردن؟ آره مثل همیشه. برو تو. سلام مامان. اذیتت کردن مادر. تو هم وقتی را بردی انصاف بذار بره تو. خوب گوش کنید ای جاسوس های بی پدر و مادر. لعنت به شما و اونایی که شما رو زاییدن و اون اشقارایی که باشون کار میکنیم. اگه جرأت دارید من اینجام بهشون بگیم بیان دستگیرم کنن. لعنت به هرچی آدم فروشه.
چی میپرسیدم دخترم؟ درباره آمر میخواستم بدونم. از آمر پرسیدم. با اون بیچاره دیگه چیکار دارم؟ از اون دیگه چی میخوام؟ من نمیدونم این چه مصیبتیه که گرفتارش شدیم. خدا با زمین گرد بزنشون. برو کنار. پسر تو این شرایط کوبید رفتن چی بود؟ مادر چرا آمر ما رو فیل کرد رفت؟ مادر آمر کی برمیگرده؟ باید مثل برادرش ریاض باشه، با اسرائیلیا بجنگه، نه اینکه فرار کنه. آمر فرار نکرده. تمامش کنین. فرار کرده یا نکرده؟ حق با فریال مادر. باید مثل بقیه جوانا تو لبنان میموند و با لحدیای بیشرف و اسرائیلیا میجنگید. بس کنین. هر کس مسئول کار خودشه. ریاض کلاکش ملاقاتی داری؟ اجام را میری یا رات ببرم؟ مادر چه برای سرتو بردن مادر؟ چیزی نیست، پا پیچ خورد افتادم زمین. حالت چطوره پسر؟ من خیلی خوبم. اینها جلوت واسدن. بابام چطوره؟ فریال و احمال و نوال و سعاد چطوره؟ همشون خوبن مادر. از عادل خبری هست؟ هنوز از سفر نیومده؟ عادل خوبه، هنوز لیبریاست. آمر چی؟ هنوز نامه میده؟ آمر کویت حالش خوبه. یه نامه دیگه برامون فرستاده. گریه نکن، دارن نگات میکنن. خونه دایی رفتی؟ گفتی که منتظرم نمونن؟ نه نرفتم. پسرم ملاقات تموم شد. یالا را بیافت. نبرینش رو خدا، بذارید ببینم. یه لحظه ریاض. منطقه اشغالی جنوب لبنان 6 سال بعد. برا حرکت کن. بیا جلو. ایسا. از کجا میای؟ از بیروت. مسافرت از کجا میاد؟ از لیبریا. اسمت چیه؟ عادل کلاکش. پاسپورتاتونو بدین. اجام ولش کن. کجا میرین؟ میریم دبین. بزن بغل. چرا؟ چیزی شده؟ بزن بغل. یلا برو. اجام حرکت کن.
وایسا برو بعدی چی پرسیدم؟ ببخشین حاجی، با من بودین؟ داشتم میگفتم اونا چی ازت پرسیده؟ راجع به کسی به اسم ابوزینب. چی بهشون گفتی؟ معلومه چیزی نمیدونستم. چطور؟ مگه این ابوزینب کیه؟ کسی نمیدونه. خودشون رو کشتن بفهمن کیه، ولی تا حالا موفق نشدن. میگن اهل روستای دبینه. دبین؟ البته اگه نشناسینش براتون بهتره. اگرم میشناسینش بگین اصلا ابدا نمیشناسینش. اینطوری براتون بهتره. آخه چرا؟ چون اگه چیزی درباره خودش یا خانوادش بفهمن از زیر سنگم شده میارنش بیرون و نابودش میکنن. پس بهتره وارد این دردسرا نشی. خب مادر، اوضاع روستا چطوره؟ همه دلتنگت بودن مادر. حالا وقت سوغاتی هست. این برای خواهر بزرگترم فریا. ممنون داداش، دست درد نکنه. و اینم برای عمو. دست درد نکنه. خدا حفظت کنه. و اینم مال خواهر کوچیکم که خیلی دوستش دارم. سعاد. دست درد نکنه. پس من چی؟ برای من سوغاتی نیوردی؟ دفعه دیگه برای شما میارم. مادر خودت بهترین هدیه‌ای که اومدی. انشالله یه عروسی را بیفته که دلمون شاد بشه. خب اوضاع چطوره؟ اونجا هم هنوز جنگه؟ آره هنوز درگیریه. من به خاطر همین اومدم. برادرت ریاض 6 سال پیش زندانی شد. 6 ساله که ندیدمش. عامر رفت کویت بدون خدا حافظی. بقیهش هم که خودت میدونه. آره میدونم. عامر برام چند تا نامه فرستاده و همه چیزو تعریف کرد. برای چی اومدی اینجا؟ یه کشور امن برای زندگی پیدا میکردی. پدر من تصمیم گرفتم اینجا زندگی کنم. تصمیم گرفتی زندگی کنی؟ مگه اینجا زندگی هست؟ اینجا جنگه. نکنه برگشتی که تو جنگ شرکت کنی؟ نه پدر، بهت که گفتم من اومدم زندگی کنم و اگه قرار بمیرم ترجیح میدم تو وطنم بمیرم. ببین پسرم، جنگ اینجا یه طرف هست. هر جا چشم بندازی آدمایی رو میبینی که نوکر اسرائیل شدن. به هیچ کس اعتماد نکن. به هیچ کس. الله اکبر. سبحان ربی العظیم و بحمده. الله اکبر. سبحان ربی العظیم و بحمده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الله اکبر. سبحان ربی العظیم و بحمده. الله اکبر. الحمدلله اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیکم. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الحمدلله رب العالمین. سبحان الله. قبول باشه. قبول حق باشه. این مسجد همیشه اینجور خالیه؟ مردم بیگناه رو دستگیر میکنن.
و هر کسی که بیاد مسجد اذیتش میکنن. من اومدم اینجا چون خبر نداشتم. شما برای چی اومدی؟ نمیترسی اذیتت کنم؟ نماز خوندن کنار برادر عامر کلاکش و ریاض سعادتیه برام. حرف دلتو بزن. من نیومدم اینجا که دنبال درد سر بشم. راستی وقتی اومدم اینجا پدرم نصیحتم کرد که دور از درد سر بشم. من فقط اومدم اینجا که زندگی کنم. عادل، اگه میخوای معنی واقعی زندگی رو بدونی، فردا ساعت 4 بعد از ظهر بیا بازار خیام. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. داداش لباست کم یخ میکنی؟ مهم نیست. اومدم یکم هوای تازه بخورم. هوای تازه یا سیگار؟ هر دو. نباله؟ بله داداش. امروز تو مسجد یه نفر رو دیدم که بهم گفت برم بازار خیام. تو اینجور آدم ها رو میشناسی؟ به جز ابو خلیل کسی جرئت نداره پشت تو مسجد بذاره. تو روستا اون آدم مهمیه. یعنی من میتونم بهش اطمینان کنم؟ اگه میخوای وارد مقاومت بشی باید بهش اعتماد کنی. فردا با ابو سعد میان. شایدم تنها بیاد. تو عضو مقاومتی؟ مقاومت چیه؟ من خیلی باشم یه دانش آموزم. خیلی خوب. داداش اگه میتونی به جنگی برو و الا خودتو قاطی این ماجرها نکن. باشه، بهش فکر میکنم. اگه وارد مقاومت گفتم بشی در موردش فکر میکنم. حالا برو بخواب. باشه. طوری شده مادر؟ چرا نخوابیدی؟ خوابم نمیبره. چرا قربونت برم؟ نمیدونم، یکم فکرم مشغوله. مهم نیست، شما برو بخواب. چیزی برات بیارم؟ نه فقط این ابو زینب کیه؟ ابو زینب؟ آره ابو زینب. از وقتی اومدم اینجا هر جا میرم همه درباره ابو زینب حرف میزنن. شما این ابو زینب رو میشناسی؟ اون بنیان اسرائیل رو به لرزه در آورد. یه قهرمانی. اون اسطوره است. کسی نمیدونه اون کیه. برای همین مردم به یادش عکس گل لاله رو تو خونه‌شون گذاشتن.
شب بخیر مادر. شب بخیر. شب بخیر. خیلی ممنون. دادا آتیش دارید؟ اینجا نامی برادر. الان چارچشمه میکنید. ابو خلیل کوچه بغلی منتظرته. عجله کن. عادل، قراره کجا بریم؟ وقتی برسیم میفهمیم. ابو سعد نمیخواد با ما بیاد؟ این یعنی نوال آمار ما رو کامل داده. فکر میکنه اگه خواهرم در مورد شما بهم نگفته بود به این آسونی اعتماد میکردم؟ پس تصمیم تو گرفتی؟ نه ابو خلیل، دیگه تا این حد جدی نگفتم. خیالت راحت باشه. اگر نوال توصیه نکرده بود بهت اعتماد نمی کردیم. نوال یه حلال زاده است. بریم. این مرکز فرماندهی خیامه، مهمترین پایگاه این منطقه. تو نره این موضوع چه ربطی به من داره؟ بعد نیست یه چیزی رو خوب بدونی. من اومدم اینجا که با امنیت زندگی کنم. هیچ کدوم از این حرفا هم به من ارتباطی نداره. فهمیدی؟ از تو تعجب میکنم عادل. فکر میکردم رفتارت شبیه قهرمان باشه. ابو زینب. ای ابو زینب. از وقتی اومدم اینجا همه درباره ابو زینب حرف میزنن. اصلا بگیم ببینم این ابو زینب کی هست؟ اون یه مجاهد لبنانی اصیله. به جای خون تو رگاش آتیش بود. یه حماسه آفرین بود. تو آخرین شناسایی با هم بودیم. میخوای بدونی چی شد؟ شما اجازهشو بگیر، من یه طرحی دارم. وقتی موافقت کنن درسی به اسرائیلیا بدم که هر وقت به یه سرباز اسرائیلی بگم برو لبنان تنش به لرزه بیفته. درگیری با این همه سرباز افراد زیادی میخواد. ما هم که این همه نیرو نداریم. تنهایی؟ آره، میخوام یه عملیات استشهادی انجام بدم.
براش اجازه عملیات از طرف فرماندهی خیلی اهمیت داشت. از ابوعلی خواسته بودم که این کارو برام انجام بده. ابوعلی فرمانده پادگان جنتا بود. قرار بود توی قلعه بعلبک منتظرش باشیم. بعلبک محل تولد مقاومت بود. اونجا مثل بقیه لبنان زخمی بمباران اسرائیلیا شده بود. به نظر میاد فکرت مشغوله، انگار نگرانی. آره خیلی نگرانم حاجی. اصلا نگران نباش. اگه از انجام عملیات پشیمون شدی هنوز دیر نشده. نگرانم درخواستم رو رد کنن و اجازه انجام عملیات بهم ندن. اون موقع بود که فهمیدم عامر توی یه دنیای دیگه است. شایدم من توی یه دنیای دیگه بودم. عامر بزرگتر از حدی بود که فکرشو میکردم. هرچی که بود من ازش خیلی عقب‌تر بودم. سلام علیکم. سلام چطوری؟ قربون شما. چطوری ابوخلیل؟ سلامت زنده باشی. سلام علیکم برادر. سلام ابوخلیل. زنده باشی. سلامت باشی. خوش خبر باشی حاجی. امروز با مسئولین و فرماندهی جلسه داشتیم. اهداف عملیات رو کامل بررسی کردیم. نتیجه چی شد؟ نتیجه دیدبانی و اطلاعاتی که بهمون دادی میگه احتمال خطر روی مردم عادی صفره. نتیجه رو بگو حاجی. دستور فرماندهی رو برای انجام عملیات گرفتم. مبارک باشه. خدا رو شکر. خدا رو شکر. مبارک باشه. مبارک شما هم باشه. تبریک میگم. آماده کردن ماشین برای عملیات کار سختی بود که بچه‌های مقاومت به خوبی انجامش دادن. تموم حاجی. خسته نباشین. اهمیت عملیات اینه که توی دروازه فلسطینه. به عبارت دیگه نزدیکترین جا به قدس شریفه و این اهمیت ماجرا رو بیشتر میکنه. خدا رو شکر. مطابق نقشمون تونستیم مواد منفجره رو به 1 تن برسونیم. برادرها، فرماندهی این عملیات رو از نظر استراتژی خیلی ضروری و مهم میدونه، چون بزرگترین ضربه برای اسرائیل توی لبنان خواهد بود. استتار کردن خیلی مهمه، چون در آغاز فصل بهار هستیم. باید استتار خیلی شبیه به شرایط فصل باشه تا نذاریم اسرائیلیا شک کنن، حتی کشاورزا. مادرم میگفت وقتی به دنیا آمدم یه نخال زیتون برام کاشت. ایشالله بهار پیروزی نزدیکه. ابو زینب معنای واقعی زندگی رو شناخت و تصمیم به این کار گرفت. ولی ابوخلیل، من نمیتونم مثل اون باشم. من خانواده دارم. اصلا برای چی باید شبیه اون باشم؟ اتفاقا تو میتونی شبیهش باشی. چیزی هست که باید بدونی، چون مادرت میدونه، همینطور خواهر و برادرت. ابو زینب برادر کوچیکت عامره. حالا تا دیر وقت
باید منتظر تو باشم. چرا به اعتماد نداری مادر؟ این چه حرفیه؟ چرا بهم نگفتی که برادرم عامر همون شهید ابو زینبه؟ بهش قول داده بودم نگم. بهش قول داده بودی؟ باشه عادل، عامر هر وقت می اومد خونه دستم رو می بوسید، چون همیشه منتظرش بودم. آخه چطوری تونستی اینم به وقت تحمل کنی؟ چطوری؟ به خاطر وطنمون مادر. برام تعریف کن مادر، تعریف کن. چطوری شروع شد؟ 6 سال پیش، سال 85. یادم میاد یه همچین شبی، بعد از مدت ها بیخبری، آرام و بی صدا، بدون اینکه کسی متوجه حضورش بشه اومد خونه. میدونستم میاد که ببینمش. اون به خاطر آموزش نظامی نمیتونه زیاد به ما سر بزنه. برادرت عامر به خاطر اینکه مشکلی برای خانواده درست نشه و بقیه تو درد سر نیفتن، از من خواسته بود که به همه، حتی پدرت، بگم که برای کار رفته به کشور کویت. نمیخواست کسی بفهمه که داره با مقاومت همکاری میکنه. حق داشت، چون اگه میفهمیدن همه خانواده به درد سر میافتادن. دلم براش خیلی تنگ شده بود. خدا رو شکر دوباره میبینمت مامان. ممنون مادر، دلم برات تنگ شده بود. منم همینطور. خیلی وقت بود ازت خبر نداشتم. چیه مادر؟ میبینم که خوشحالی. نکنه عروس برام پیدا کردی؟ اگه گفتی مادر. چی؟ بالاخره فرمانده موافقت کردن. با چی؟ میخوام عملیاتو انجام بدم. قربونت برم، به خدا توکل کن. به خدا توکل کن. بشین مامان. چی شد؟ یادت رفت مامان؟ یادت رفت چقدر زحمت کشیدم و منتظر شدم؟ نه، یادم نرفته. فراموش نکردم. اونا موافقت کردن. تو چی؟ موافقی؟ گریه نکن مادر، گریه نکن. چطور میتونم گریه نکنم؟ قلبم داره از جون کنده میشه. دور از جون مادر، خدا نکنه.
فقط برام دعا کن. ازم راضی باش. خدا ازت راضی باشه پسرم. خدا راهتو هموار کنه. تصمیم خودتو گرفتی مادر. نمیتونم جلوتو بگیرم. خدا راهتو هموار کنه. انشالله بهشت نصیبت بشه پسرم. قربونت برم. چقدر دلم برات تنگ شده مادر. ای کاش من به جای تو بودم. من جای تو میرفتم. مادر جون، در پناه حق. از قول من از بابا خداحافظی کن. چقدر دلم میخواد بغلت کنم. چقدر دلم میخواد بغلت کنم. ماما یادت نره نامه رو دست نامزد ریاض بدی. بهش بگو هر 3 ماه یه بار بفرسته. آبجی نوال، من کجا میرم؟ نوال، اگه کسی سراغمو گرفت من کجا؟ میری کویت. دنبالم نیا مادر. خدا به همراهت پسر. جگرم سوخت مادر. جگرم سوخت. قبول باشه. قبول حق باشه آجی. خدا خیرت بده عادل. وقتی نماز میخوندی یاد عامر افتادم که یه شب اینجا داشت نماز میخوند. از برادرم برام بگو آجی. تعریف کن. اون شب برادرت داشت با خشوع زیاد نماز میخوند. همینجا بود. منم پشت اون ستون بودم. اون از حضور من اطلاع نداشت. حالش خیلی عجیب و روحانی بود. صدای دعاش مسجد رو پر کرده بود. نمیخواستم متوجه حضور من بشه. آروم به دیوار تکیه دادم و گوش کردم. محمد قل الأمر
الذين مرست علينا طاعتهم فعرفتنا بذلك منزلتهم ففرجنا بحقهم فرجا عاجلا كريما اشفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. مادر و پدر عزیزم سلام. دلم براتون خیلی تنگ شده. امیدوارم منو ببخشید که شما رو تو این شرایط دشوار تنها گذاشتم. هر لحظه خدا رو شکر میکنم که به من پدر و مادری مثل شما داد. پدر جان، ما رو طوری تربیت کردی که صالح و نیکوکار باشیم و میدونم که میخواستی منو به دانشگاه بفرستی، اما اسرائیلیا این آرزو رو به باد دادن. پدر و مادر عزیزم، درد شما رو حس میکنم. میدونم که شما از بیرحمی و سنگدلی دشمن در امان نیستین و میدونم که کرامت و عزت خاندان کلاکش این جنایت رو هرگز نمیپذیره. به امید پیروزی دوستتون دارم و شما رو به خدا میسپارم. خسته نباشی. سلامت باشی. چی شد؟ تصمیمتو گرفتی؟ شیری یا روبا؟ من با شما. به جمع ما خوش اومدی. خوش اومدی. پایگاه اسرائیلی خیام 5 سال بعد. خب آجی، وقتش رسیده یا نه؟ خداوند با صابرینه. ما از پایگاه خارج شدیم. عملیات لو نرفته. قبل از روشن شدن هوا شروع کنیم. الان وقتشه. یا ابا عبدالله. الله اکبر. ریاض، چه خبر؟ خبرهای خوب. بگو. دیشب بچه ها حمله کردن به پایگاه خیام و نابودش کردن. خدا رو شکر. اگه اطلاعات نوال و شجاعت عادل نبود نمیتونستیم کاری انجام بدیم. پیروزی نزدیک ریاض. انشالله. مواظب خودت باش. خدا پشت پناهتون. داره میاد سمت شما.
عکسامون یکی یکی ازمون میگیرن، اونا رو مثل زیتون میکوبن. اون وقتا میگی هیچ کاری نمیتونن بکنن؟ بذار هرچی میخوان بکوبن، زیتون دوباره رشد میکنه. کافیه انصاف، کافیه. داریم از بین میریم. اگه اینجوری نبود ما الان نوکرشون بودیم. عادل، سگاشون اومدن. این بار اومدن پاچه من بگیرن. برید کنار، سریع! یالا! کدوم شما عادل کلاکش هستید؟ گفتم کدوم شما عادل کلاکش هستید؟ صدا تو بیار پایین. احترام خاکا نگهدار، صدا تو ببار. خودشه. دستگیرش کنین. یالا! اسم عادل. اسم کامل عادل توفیق کلاکش. چرا هر وقت خرابکاری میشه باید اسم این خانواده رو بشنوم؟ ارتباطت با حمله به مرکز خیام چیه؟ چه حمله؟ من بهت میگم 18 تا سرباز و 2 تا افسر مردن و ماشین هایی که نابود شدن. کی مسئول این خرابکاری است؟ همون که مسئولیت کشتار بیگناه های لبنان رو قبول میکنه. مردایی که زندونیشون کردین، زنایی که بیشوهر شدن. کی مسئول اشک اون مادرایی که بچه هاشون رو شهید کردین، زخمی کردین، اسیر کردین؟ کی مسئوله؟ کی؟ ما جواب نمیدیم، ما میپرسیم و تو جواب میدی. ارتباط این حمله با ابو زینب چیه؟ ابو زینب؟ آقا من فقط اسمش رو شنیدم، همین. ولی ما فکر میکنیم که ابو زینب برادرت عامره. برادره؟ همه لبنانی ها برادرای منن، حتی تو. اگه مزدور بودن رو رها کنی میشی برادر من. پس بذار برادری رو بهت نشون بدم. میخوام شانستو امتحان کنم. عجله نکن، من فکر بهتری دارم. مطمئنم مثل بلبل حرف میزنه. میخوایی ساکت بمونی؟ نمیخوای بگی که
با خرابکارا همکاری میکردی؟ پس چشمتو باز کن. میدونی قراره با چی مواجه بشی عادل؟ سامیه ای جنایتکار، منو با زنم تهدید میکنی؟ فکر میکنی با این کارا من اعتراف میکنم؟ نه اعتراف نمیکنم. بهت توصیه میکنم به شوهرت بگی اعتراف کنه، چون به نفعته. زورت به یه زن حامله رسیده؟ عادل چیزی بهشون نگو. اعتراف نکن. من اینجا، منو بکش. به نظرم چیزی برای گفتن ندارن، وگرنه میگفتن. قربان اگه اجازه بدین من ازشون بازجویی کنم. شاید تونستم کمی اطلاعات ازشون بگیرم. اتفاقا تو یکی. یک کلمه هم نباید حرف بزنی. پرونده تو دست منه و خیلی خوب میدونم که داری همکاری میکنی با مقاومت. این حرفا درست نیست قربان. من وفادارم. وفاداری؟ به کی؟ میخوای بگی به دولت اسرائیل وفاداری؟ عالیه. قربان اگه راست میگه اجازه بدین اینو ثابت کنه. بیا بکشش. بکشیش. نه اعتراف میکنم. اینا یه مش ترسوان عادل. نمیتونن کاری بکنن عادل. نمیتونن هیچ کاری بکنن. پسر تو تربیت میکنم و بزرگ میشه و یه مرد میشه مثل تو عادل. عادل منتظرت میمونم. اصلا برات بچه ای نمیمونه که بخوای تربیت کنی که مرد بشه. میدونی چرا؟ میخوای چیکار کنی؟ چی عادل؟ ترسیدی نه؟ اسلحه رو بنداز. بازداشتگاه خیام 1997. کلکش عادل کلکش پاشو سریعتر. چرا وایسادی؟ را برو. پس تو عادل پسر توفیقی پدرم رو میشناسی؟ از برادرت ریاض خبر داری؟ برادرم هم میشناسی؟ آخرین باری که توی زندان دیدمش. دیدی؟ تو برادر منو دیدی؟ را برو. اون الان تو انفرادیه. خب بهم میگفت که دلش برات خیلی تنگ شده.
منم دلم برای برادرم خیلی تنگ شده. 2 سال اینجا ولی ندیدمش. حاجی چطوری میتونم ببینمش؟ چطوری؟ اگه میخوای برادرتو ببینی را برین، حرف نزنین، را برین. خودت راشو پیدا کن. نگهبان یه لحظه می اینجا. چته؟ میخوام برام انفرادی. انفرادی؟ باید یه غلطی کرده باشی که بری انفرادی. یالا حیوون بیا ببینم. برو تو حالت جا بیا. برو هر تکه آشغال، هر تکه حروم لغمه. حرف اضافی بزنی گردنتو میشکنم. حالا تا دلت میخواد استراحت کن. ریاض 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 میدونم که به میل خودت نمیره، ولی میخوام که خیلی مواظب خودت باشی. زندگی تو بیروت آسون نیست. لباست جمع کن. نمیخوام نگران چیزی باشی. اصلا دیگه چیزی تو این خونه نیست که نگرانش باشی. عمر که رفت سفر، نوالم که از دست دادیم، دخترم که رفتن سر زندگیشون، عادل و ریاض هم که تو زندونم، منم که هر روز اینم سر کار و شب خسته و کوفته برمیگردم خونه. بگذاریم چند ماه دیگه بازنشسته میشم میام پیشت. اگه نتونم دووم بیارم برمیگردم. مواظب خودت باش. خدا نگهدار. یالا سریعتر سریعتر. نیم ساعت دیگه باید برگردیم به سلول. بزنید. خوش به حالت با این صدات. فکر میکنه صداش خیلی قشنگه. باده حواست کجاست؟ من دیشب عامر رو تو خواب دیدم. دلم براش تنگ شده. برای بازیام. آخرین باری که دیدمش خیلی کوچیک بود. خب داداش تو تعریف کن. اینطور که مادر میگفت روز عملیات تو از خونه بردیش بیرون، درسته؟ شما از سابقونی و ما به شما ملحق میشیم. توکل به خدا.
از دبین که خارج شدیم تو راه سعی کردم قانعش کنم که نظرشو عوض کنه، ولی اون عملیات همه زندگیش بود. اون تصمیمشو گرفته بود. حرفای من تأثیری نداشت. قرار بود تو بازار مرجعیون پیاده‌اش کنم. میخواستم آخرین تلاشمو بکنم که منصرف بشه. داداش تو رو خدا نظرتو عوض کن، با من برگرد تا با هم زندگی کنیم، بزرگ شیم، بچه‌هاتو ببینم. نمیخوام از دست بدمه. مطمئن باش نظرم عوض نمیشه. تصمیمم قطعیه. این کار نه ناامیدی از زندگیه و نه هوس جوانی. به خدا توکل کن و برو. لااقل یکم بیشتر بهمون بذار سیر نگات کنم. ریاض ممکنه لو بریم. توکلت به خدا باشه. برو. انقدر رفت تا دیگه ندیدمش. تو شلوغی بازار قیبش زد. هر قدمی که از من دور می شد احساس می کردم که چقدر نزدیک بود. اون روز سخت‌ترین روز زندگیم بود و تنها کسی که میتونست منو آروم کنه مادرمون بود. وقتی به اون نگاه میکردم معنی صبر رو تو چشاش میدیدم. وقتی رسیدم مثل همیشه منتظر بود. رسوندیش؟ آره رسوندمش. خدا به همراهش. مامان یعنی تمومه؟ دیگه داداش عامر رو نمیبینی؟ خدایا این قربانی رو ازم بپذیر. خدایا به حق محمد و آل محمد. خدایا به حق حسین پسرم رو کمک کن. شهادت رو براش آسون کن. مادر مثل همیشه خیلی عادی مشغول کارش شد. سعی میکرد رفتارش عادی باشه تا کسی متوجه ماجرا نشه. ای کاش میتونستم حرفایی که تو دلش میزد و بشنوم. طوری نگاه میکرد انگار خودش هم همراه عامره و اونه که میخواد عملیاتو انجام بده. همونقدر مصمم و با قدرت بود. لحظه به لحظه زمان عملیات نزدیک میشد. مادر تلخی عملیاتو به جون خرید تا پسرش شیرینی شهادتو بچشه. خوش به حالت داداش. خوش به حالت به خاطر همه کارایی که کردی. خوش به حالت چون آخرین نفری بودی که دیدیش. ولی من آخرین کسی نبودم که عامر رو دیدم. پس آخرین نفری که دیدش کی بود؟
کجا پیاده میشه پدر؟ یکم جلوتر. حاجی؟ بله. ابو خلیل و احسان اسمر گفتن منو از ایسپاس رسی رد کنی، درسته؟ احسان اسمر دیگه کیه؟ باشه بی خیال. پس با هم میریم تو دل کاروان. نه غلط کردم. بله احسان اسمر گفت که از ایست بازرسی ردت کنم. پس یکم جلوتر پیادت میکنم. وقتی پیاده شدی از جاده دور شو، لابلای علفا قایم شو. خدا پشت و پناهت باشه. خب دیگه خدا نگهدار. میگم که میتونم یه نهال زیتون یادگاری بردارم؟ ای کاش میتونستی همشو ببری. پدر جان، هدیه از طرف من به تو. ممنون. من هدیه تو رو قبول کردم، ولی از طرف کیه؟ اسمت چیه؟ ابو زینب. ابو زینب؟ اسم ابو زینب رو تا اون موقع نشنیده بودم. بعد از اینکه با عامر از ایست بازرسی رد شدیم بهم گفت پیاده شو و برو تو علفا. پیاده شدم و قایم شدم، وایسادم تا رب به طرف ماشینا. نرسیده به کاروان یهو وایساد. وایسادنش ریسک بزرگی. با اینکه ممکن بود لو بره، وایساد که به بچه‌های خردسال معصوم آسیبی نرسه. بسم الله الرحمن الرحیم.
قربانی را از من بپذیر. خدایا بهشت و نصیب پسرم کن. روز پیروزی مردم لبنان 25 می سال 2000. چهارده سال شهادت پسرم ها از من مخفی کردی. آخه چرا؟ اون پسر منم بود، باهوشترین فرزندمون. انصاف، این رسمش بود. بی انصاف. نخواستم مثل من عذاب بکشی. این رسمش نبود. با انصاف 14 سال فکر میکردم پسرم تو کویت کار میکنه. ته دلم براش دعا میکردم. دعات پشت سرش بود. أيها الإخوة والأخوات، في هذه المنطقة على بوابة المطلة الاستشهادي أبو زينب، والذي بقي اسمه سرا حتى اليوم، هو الاستشهادي عامر كلاكش من بلدة دبين، مواليد عام 1966، الذي كان مقاوما شامخا ورائدا. ومن دم الاستشهادي أبي زينب عامر كلاكش استمرت قافلة دماء الشهداء الزكية، فكان هذا التحرير وكان هذا النصر الذي نحتفل اليوم في واحد من أعراسه التي نقيمها في مناطق التضحية والصمود والعطاء. كان الزمن عتم وجع وسنين من القبر ودموع، ضل البطل سيفه لمع، هز الأرض وترابها الموجوع. رجعت كرامتنا تشمخ مثل صنين، قوة عزيمتنا نحن اللي منتصرين، نحن اللي منتصرين. رجعت كرامتنا تشمخ مثل صنين، قوة عزيمتنا نحن اللي منتصرين، نحن اللي منتصرين. شمس النصر يلي كتب بالعز اسم رجالنا، دم الشهيد اللي انسكب، حرر أرض صان العرض، فجر مجد أجيال.